سلام بچه ها، خوش اومدید به وان بلاک. من اومدم وان بلاک و آره همین دیگه. خب شروع به کندن میکنیم تا یه ذره بتونیم آیتم جمع کنیم. نفسدام قاطی شد. ادیت دیگه. چستم باز میکنیم، وسایل و گیرمون میاد. باشه من زیاد خیلی سخت بود ساختنش دیگه. میگم خب چستم میکنیم تا بتونیم اینجا رو افزایش بدیم. همینجور دارم میکنم صبر. بچه ها اگه لایک این ویدیو با سابسکرایبش، اینجا هم داشتم گنده میکردم، قراره اینجا قشنگ شه دیگه. مایم دیگه. برو بچه. اینجا هم ذره چست میذاشتم که گم نکنم. اگه این ویدیو حمایت خوبی بشه، چون من اکثرا ویدیوهایی که من میذارم حمایت نمیشه بلنداش، با اینکه یکی گذاشتم ولی نمیشه. شورت ویدیو خیلی خوب حمایت میشه. من اون 4 تا سابسکرایبرم که قربونشون من اینجا یه بومیل اومد که اینا اگه من بتونم بکنم آبم تو روغن حسابیه. من تمرین نمی کنم واسه صدا ضبط کردن. اینجا هم که رفتیم تیبلمون رو ساختیم، ما داشتیم میکندیم دیگه. مایم دیگه. من اینجا تصمیم گرفتم بچه ها بکنم تا اینکه به یه چیزی برسم. داشتم همینجور میکندم که مغز سم من گفت اینجا هم یه پیککس کنن که یه ذره کار سریعتر بره. شما میدونی زمان خیلی مهمه. مثلا من با همین زبان اینجا هم یه گاو اومد که من سر درست کردن این پاره شدم. حالا فلش بک هم نمیزنم. حالا من تا اینجاشو قطع میکنم چون پاره شدم. نمیخوام پارگیامو ببینین. سوراخی شدیم. باور میکنید که اینقدر طول کشید من این بیساب رو ببرم اینجا؟ یعنی من از همه ور نابود شدم. سرش یه گوشت خوب کم کشتم، انداختم دور، حرام است. ولی از رومر جمله های عرفان تاکسیک خیلی هم باش حال میکنم. آدم خیلی یوتیوبر عالیه، بهترین یوتیوبریه که نمیشه گفت. نظر من بهترین یوتیوبر خودم که عمرم باشم. خودم هیچ انی نیست ولی ادیتم حقه. به نظر من بهترین یوتیوبریه که انیمیشن بسازه. فانتزی زون میسازن ولی نه در اون حد. به نظر من یوتیوبر خوبه که یه ذره سیفت باشه، که فانتزی زون در اون حد نیست. برفان که نمیرسه. اینجا هم یکی دیگه اومده بود میان دیگه. گوسفند. این گوسفند بچه ها واسه اینکه ما بتونیم بخوابیم اینقدر این مهمه. آنجا هم داشتم خاک بردارم و بچه ها یه چیزی به ذهنم رسید. دور اینجا رو چرا نبندیم؟ خیلی هم به نفعمون میشه. اگه ما بچه ها دور اینجا رو ببندیم عالی میشه کلا. واسه همین هوش منم به کار رفت. و اینجا رو هم داشتیم یه کارش میکردیم دیگه. مایم. و اینجا رو هم میبینین که داشتیم کامل میکردیم. این خواستین بذارم نیست چه شکلیه چجوری کامنت بگیر. اینجا هم داشتم میکندم بریم یه تایم لپس ببینیم.
بچه حال کردی عجب آهنگ واسه تو گذاشتم. قشنگ مشتی بود. اینجا هم داشتم میرفتم که برم. نه دور از شوخی میخوام یه طبقه بسازم. ایده به ذهنم رسید و میخوام بچه من تو این سری حالت طبقاتی بسازم و میخوام اولین طبقه را مخصوص بدم به حالت حیوانات چون اینا خیلی روغم بودن. خودتونم این ویدیو را تا ببینین توجه کنین میدونین اینا خیلی. اینجا هم داشتم دایره میکشیدم و دایره میکشیم دیگه. بعد باید قرینه باشه از این مشکلات ها. خیلی دیگه جایشم خسته شدم گفتم ویدیو طولانی میشه شما کمر درد میگیرین میبینید. چون من خودم سر ساختن ادیت زدنش پاره شدم. رفتم موزیک بگردم کپی رایت زد زیر دلم. اینم نمیدونم میگیره یا نه. انشالله سایت آدم باشد کپی رایت نگیره انشالله. اومدم موزیک ویدیو استخراج کردم یه وضعی. آنجا بچه‌ها اینجا هم عنکبوت بهم حالا که دارم یادم میاد حمله کرده بود. اینجا هم واسه همینقدر احتیاطی شده بودم چی بهش میگن. من کلا تا یه اتفاق واسم میفته خیلی جمع و جور میشم. یه حالتی ترسیده بودم. یه عنکبوت زد ضبطم نشده بود میخواستم اونجا رو کامل کنم. گفتم ولش تایم ویدیو زیاد میشه. از این ور به فاکس اعظم داشتم میرفتم. خیلی وقت بود خیلی. لطفا حمایت کنین. من سر این ویدیو هم در فشار میکنم همه چی. مثلا اینجا هم خیلی احتیاط گوسفنده چجوری دمایم دی. موزیک میخواد بقیهش هم خیلی باشه. الان خودم با صدای همایون بسم الله. خب بچه ها ما هم دیگه باید بریم سر خونه زندگیمون. خدا نگهدارتان تا ویدیو بعدی.